سلام، وقتتون بخیر. من فاطیما هستم و این کورس رو دارم آماده میکنم برای مهاجرانی که به ایتالیا مهاجرت میکنن و ممکنه در روزهای اول جایی رو نتونن پیدا کنن برای اینکه بتونن زبان ایتالیایی رو یاد بگیرن، به خصوص اینکه زبان ایتالیایی بهشون به زبان فارسی تدریس بشه و همچنین فکر میکنم دری زبانهای عزیزم بتونن از این کورس استفاده کنن. من سعی میکنم تو این کورس یه سری جملات پرکاربرد و گرامرهای پرکاربرد که ممکنه تو زندگی روزمره لازمتون میشه رو بهتون بگم. یعنی این کورس به نظر من نمیتونه کمکتون کنه برای اینکه بتونید یک مدرک زبان ایتالیایی داشته باشید یا بخواید وارد دانشگاه بشید باهاش، صرفا برای اینکه بتونید نیاز روزمره‌تون رو برآورده کنید و کارهای روزمره‌تون رو با این کورس انجام بدید. من معلم نیستم، ممکنه اشکالات زیادی تو تدریسم داشته باشم و این کورس رو صرفا برای اینکه بتونم کمکی کرده باشم به پناهنده‌های عزیزی که میان اینجا و میدونم که چقدر توی زبان ممکنه به مشکل خورده باشن و بخورن ترتیب دادم. خب، شروع کورس ما با معرفی حروف الفبای ایتالیایی که یه مقداری متفاوته از حروف الفبای انگلیسی. من با مثال خیلی زود ازشون میگذرم و حالا بیس رو بر این میذارم که شما الفبای انگلیسی رو بلد هستید و حالا اگر هم بلد نیستید ممکنه یه مقداری به مشکل بخورید، صرفا به این معنا که مجبور باشید خیلی جملات رو حفظ کنید به جایی که بتونید از روش بخونید. خب، حروف اول زبان ایتالیایی: آ یا ا مثل البرو به معنای درخت، یا آ مثل آدم مثلا. بی مثل بنانا، صدای ب میده، همون بی که ما تو فارسی داریم. حرف سی انگلیسی در زبان ایتالیایی چی گفته میشه؟ در واقع حروفش چی گفته میشه ولی توی لغت که خونده میشه. پس ما میگیم چی مثل کنه. حرف دی که دی گفته میشه و همون د هم خونده میشه. ا گفته میشه و همون ا هم خونده میشه، مثل اورو. اف خونده میشه، اف گفته میشه و اف خونده میشه، مثل فوکو. جی گفته میشه. توی این مثالی که اینجا برای ما آورده جلاتو همون صدای ج میده، ولی حرف جی میتونه خیلی وقتها صدای گ هم بده که حالا اینو جلوتر بهتون میگم که اگه با چه حروفی قرار بگیره صداش تغییر میکنه. حرف بعدی ما آکا هست که همون اچ انگلیسیه ولی توی ایتالیایی بهش میگن آکا، که عملا توی زبان ایتالیایی آکا یا اچ هیچ صدایی نداره و ایتالیایی تقریبا میشه گفت ه رو نمیتونن تلفظ کنن، یعنی هتل رو میگن هتل. در واقع ه تو زبونشون نمیچرخه، ولی خب حالا حرفش رو دارم و فکر میکنم تنها کلمه‌ای هم که باشه که با این حرف شروع میشه همین هتل باشه. حرف بعدی ای هست مثل ایتالیا، هم ای گفته میشه، ای هم خونده میشه، صدای ای میده. حرف بعدی ال که ل خونده میشه، مثل لتو. حرف بعدی ام که ام گفته میشه و ام هم خونده میشه، البته ام گفته میشه ولی خب م خونده میشه، مثل مریم، مینا و به ایتالیایی مثل ملا. حرف بعدی ان که ان گفته میشه و ن خونده میشه، مثل نازو. حرف بعدی او که او گفته میشه، او خونده میشه و او هم گفته میشه، مثل اوتو. حرف بعدی پی که پ گفته میشه و پ هم خونده میشه، مثل پنه. بعدی کو هست که همون کیو انگلیسی هست که کو گفته میشه و کو هم خونده میشه، ولی حالا در کنار حروف‌های صدادار دیگه‌ای که میاد ممکنه یه مقداری تلفظش تغییر کنه، ولی خب بیشتر همون کوه، مثل کو، مثل کواترو به معنی 4. خب، حرف بعدی تو زبان ایتالیایی ر هست که صدای ر میده، مثل روزا. و این حروفی که این کلماتی که من میگم مثلا روزا، سوله، اینا معنیشون نمی‌کنم به خاطر اینکه شکلشون رو زیر حروف کشیده.
حرف بعدی حرف اس هست که صدای س میده، مثل سوله به معنای خورشید. حرف بعدی حرف تی هست که صدای ت میده، مثل تهران و به ایتالیایی مثل تاولو. حرف بعدی حرف او هست که صدای او میده، مثل اونو. حرف بعدی حرف وو هست که صدای و میده، مثل ونتی. اونو به معنی 1، ونتی به معنی 20، برای همین عدد زیرشون نوشته. و زتا صدای ز میده، یا حالا اگه بهتر بخوایم بگیم صدای اتس میده، یه جورایی مثلا یه تی قبلش داره، مثل زیرو که به معنی 0 هست. و حروف اینترنشنالی که وارد زبان ایتالیایی شدن، مثل J, K, X, Y و W که تلفظ ایتالیاییشون میشه ایلونگا، مثل جینز. و کی رو میگن کاپا، مثل کیوی. ایکس رو میگن همون ایکس، مثل تاکسی. وای رو میگن ایپسیلون ببخشید، مثل یوگورت. و دبلیو رو هم میگن وودوپیا. وی رو میگفتن وو و دبلیو چون 2 تا وی کنار همه میشه وودوپیا. دوپیا معنی 2 برابره، 2 تا شدنه. وودوپیا مثل واتر. خب من یه چیزی بهتون بگم، در زبان ایتالیایی اینو همیشه یادتون باشه که ما هر حروفی رو که میگیم میخونیم. یعنی مثل انگلیسی نیست که شما مثلا ای آخر رو نخونی. حالا یه کلمه انگلیسی اگه الان من تو ذهنم بیاد که به ای ختم بشه، که الان یادم نمیاد، مثل اپل، ما میگیم اپل ولی ای آخرش خونده نمیشه. ولی اپل رو اگه شما بخوایم به ایتالیایی بخونیم باید بگیم اپل، یعنی همه ی حروف شما باید خونده بشن. و زمانی که توی یک کلمه 2 تا حروف پشت هم میاد، مثل تشدید فارسی 2 تا ب میاد، 2 تا پ میاد، 2 تا ت میاد، یعنی شما اون حرف رو باید 2 بار بخونین. یعنی حالا الان من خیلی یادم نمیاد چه کلمه‌ای که براتون مثال بزنم، ولی این چیزیه که باید یادتون باشه که تو زبان ایتالیایی شما حتما هر حرفی رو که میبینید باید بگیدش، باید بخونیدش. این نیست که مثلا صدا نداشته باشه، بی صدا باشه و غیره، بجز حرف آکا یا حرف اچ که ایتالیایی‌ها گفتیم ه رو نمیتونن تلفظ کنن و ندارن عملا. خب از حروف الفبا که بگذریم، حالا من خودم خیلی بهش اهمیت نمیدم، بیشتر برام مهمه که بتونید چند تا جمله یاد بگیرید، خودتون رو معرفی کنید. یکی ازتون یه سری سوالات پیش پا افتاده، اینکه چی کار میکنی، اهل کجایی، اسمت چیه، پرسید، بتونید جواب بدید. واسه همین خیلی به حروف الفبا من اهمیت نمیدم و خیلی وقت نمیذارم براشون، و اینکه خیلی هم واقعیت در توانم نیست بخوام تدریسشون کنم، چون میگم من معلم نیستم. خب میرسیم به حالا درس اول از نظر من. توی این درس میخواد به همون یاد بده که ما چجوری به زبان ایتالیایی سلام کنیم و خودمون رو معرفی کنیم. توی زبان ایتالیایی حتما این لغت رو خیلی شنیدید، چاو به معنی سلام هست و به معنی خداحافظ هم هست. یعنی هم به معنی های، هم به معنی بایه در واقع. خب پس این درس ما چاوه، همونجوری هم که میبینید اونجا نوشته چاو، ولی حالا شما هنوز یاد نگرفتید که ترکیب سی با ای، چی با ای صدای، یا سی با آی صدای چه میده تو زبان ایتالیایی. اینا رو من هنوز بهتون نگفتم. ما حروف الفبای خیلی ساده رو یاد گرفتیم، پس خیلی مهم نیست که شما الان دیکته کلمه چاو رو بلد باشین. مهم اینه که بدونید که چاو به معنی سلام هست یا خداحافظ. یعنی اگه شما وارد جایی میشید، حالا پلیسی، مسئولی، هر کسی به شما میگه چاو، شما باید در جوابش بگین چاو، یعنی داره بهتون سلام میکنه. یه مکالمه اینجا برای ما نوشته بین آنا و پابلو. اون اسم آبی رو اگه دقت کنید ببینید نوشته آنا که و پابلو اسم بعدیه. 2 تا فردن که دارن با هم مکالمه میکنن. آنا میگه چاو و پابلو در جوابش میگه چاو. آنا به پابلو میگه ایو سونو آنا. ایو تو زبان ایتالیایی به معنی من هست و سونو در زبان ایتالیایی به معنی هستم هست. یعنی ایو من هستم، ایو من،
سونو هستم، آنا هم که اسمشو داریم که حالا تو صفحه آخر بهتون گرامر این ایو سونو رو توضیح میدم. یعنی مثلا من اسمم فاطیماست و میخوام خودم رو معرفی کنم، میگم ایو سونو فاطیما. شما اسم جواده، میگی ایو سونو جواد. اون اسمش محمده، میگه ایو سونو محمد. من هستم محمد، من هستم جواد، من هستم فاطیما. و حالا جلوتر گرامرش رو بهتون یاد میدم. پابلو در جوابش میگه ایو سونو پابلو، من هستم پابلو. خب تو پاراگراف بعدی، تو بخش بعدی نوشته کمپلتا توی چیز صورتی، یعنی به معنی تکمیل کردن، کامل کنید، یعنی منظورش اینه که شما کامل کنید. در واقع همون مکالمه بالا رو آورده ولی براتون حالا چند تا کلمه رو خالی گذاشته که باید خودتون پر کنید. میتونید تقلب کنید از بالا کپی پیست کنید، در واقع بنویسید، ولی حالا فکر کنید که نمیخواید تقلب کنید و یه آنانامی میاد به شما میگه که چاو، شما باید در جوابش چی بگین؟ فکر کنید باید بگین چاو، یکی بهتون سلام کرده. بعد این آنا به شما میگه من جای خالی آنا، جای خالی رو باید با هستم پر کنید، ایو سونو آنا. و شما حالا میخوای خودت رو به آنا معرفی کنی، میگی من هستم پابلو، محمد، جواد، احمد، هر چیزی. خب بخش آخرم میگه پرلا کن اون تو کمپانیو، میگه با یکی از همکلاسیات صحبت کن، که حالا متاسفانه ما اینجا این آپشن رو نداریم، که در واقع اینجا کلماتی که جدیدی که شما یاد گرفتید تو این صفحه رو داره بهتون آموزش میده. میگه چاو، شما یاد گرفتید چاو، شما یاد گرفتید ایو سونو، من هستم. و در حالا پارت بعدی که دختره داره میگه چاو، دوباره به معنی سلام، و ایو سونو، من هستم. خب رسیدیم به بخش اصلی، اصل کاری و خیلی مهم، گرامر، که خیلی مهمه توی زبان که شما بتونید صحبت کنید. و یاد گرفتن گرامر باعث میشه که شما جملات رو حفظ نکنید و یاد بگیرید جمله سازی کنید و صحبت کنید. خب ما تو صفحه قبل گفتیم ایو سونو فاطیما، ایو سونو پابلو، ایو سونو چی بود اسمش؟ آنا. حالا اینجا میخوایم بفهمیم این ایو سونو از کجا اومده. توی زبان ایتالیایی یه فعلی هست به نام اسره که یکی از مهمترین فعلهای زبان ایتالیاییه و حالا جلوتر که بریم خودتون، یعنی در آینده جلوتر برید متوجه میشید که چقدر این فعل مهمه و چقدر کاربرد داره در چیزهای مختلف. اسره در زبان فارسی به معنای هستن هست، یعنی مشتقش میشه هستن و خودش هم فعل مشتق، یعنی صرف نشده، یه فعلی که خامه. اسره به معنای هستن، توبی انگلیسی میشه. خب تو زبان فارسی فعل هستن رو ما میتونیم برای 6 شخص صرف کنیم. من هستم، تو هستی، او هست، ما هستیم، شما هستید، آنها هستند. در مرحله اول ما میخوایم در مورد من هستم صحبت کنیم، یعنی اول شخص مفرد تو زبان فارسی. من هستم. هستم استره زمانی که بخواد تبدیل، دیگه مثل فارسی نیست که هستم یعنی اول صرف شده فعل هستن خیلی شبیه خود مشتقشه، ولی متاسفانه توی ایتالیایی به این فعل ها میگن افعال بی‌قاعده، یعنی فعلی که شما صرف میکنید دیگه شبیه فعل مشتقتون، فعل خامتون، فعل اصلیتون نیست، ولی از همون فعل میاد. استره. اگر استره رو ما بخوایم برای اول شخص مفرد صرف کنیم، یعنی هستن بخواد بشه من هستم، استره تبدیل میشه به سونو. اول شخص مفرد استره میشه سونو. ایو تو زبان ایتالیایی به معنای من هست، آی انگلیسی. ایو سونو، من هستم. پس چی گفتیم؟ ایو به معنای من، سونو به معنای هستم. من هستم میشه ایو سونو، آی ام. حالا من میخوام خودم رو معرفی کنم به زبان فارسی. چی میگم؟ میگم من هستم
فاطیما. به زبان ایتالیایی کلمه به کلمه. حالا خودتون اگه دفتر جلوتون دارین قشنگ کلمه به کلمه بنویسید. من به فارسی هستم، اسمتون رو بنویسید، حالا فاطیما. زیرش به ایتالیایی ترجمهش رو بنویسید. یعنی من به زبان ایتالیایی میشه ایو، هستم به زبان ایتالیایی گفتیم میشه سونو، اسمتون هم که اسمتونه فاطیما. خب حالا اینجا ما چند تا مثال داریم برای اینکه فعل استره رو و اول شخص استره رو بهتر متوجه بشیم. بالای صفحه نوشته ایو سونو، گفتیم یعنی چی؟ یعنی من هستم. اون بالا 3 تا اسم بهمون داده، لوکا، لوئیس و ایرینا. نوشته ایو سونو لوکا، سونو ایتالیانو e sono professore. Io sono Luca. گفتیم من هستم لوکا. تو جمله بعدیش بعد از ویرگول میگه سونو ایتالیانو. گفتیم سونو یعنی چی؟ یعنی هستم. حالا من فقط فاطیما که نیستم که، من فاطیما هستم، ایرانی هستم، دختر هستم، معلم هستم، نمیدونم روانشناس هستم، دکتر، خیلی چیزای دیگه میتونم با هستم بگم، درسته؟ حالا داریم در واقع گسترش میدیم معرفی خودمون رو با فعل سونویی که یاد گرفتیم. پس جمله اول ما داریم میخونیم، میگه ایو سونو لوکا، من هستم لوکا، سونو ایتالیانو، هستم ایتالیایی. حالا من ایرانی هستم چی میگم؟ حالا مفرد مذکر مؤنث میذاریم کنار و با هم او میگم، حالا بعدا این بخش رو بهتون توضیح میدم. من میگم سونو ایرانیانو، شما میگین سونو افغانو، سونو پاکستانو. همه اینا میشن چی؟ هستم ایرانی، هستم افغانی، هستم پاکستانی و حالا هر ملیت دیگه ای که داریم. بعدش چی گفته؟ گفته سونو پروفسوره، هستم پروفسور حالا یعنی معلم، استاد، دانش، معلم نه، یعنی در واقع استاد، پروفسوری که حالا ما تو فارسی هم میگیم پروفسور، نمیدونم توی دری چی میشه ولی استاد ترجمه میکنیم. پس حالا من میخوام جمله اول رو در مورد خودم بگم با فعل سونو. چی میگم؟ میگم اول فارسیشو براتون میگم. من هستم فاطیما، من هستم ایرانی، من هستم روانشناس. خب ایو سونو فاطیما، من هستم فاطیما. سونو ایرانیانا. چرا گفتم ایرانیانا؟ به خاطر اینکه اینجا بهتون توضیح بدم وگرنه تا آخر اشتباه یاد میگیرین. توی زبان ایتالیایی اگر بخوایم در مورد مؤنث صحبت کنیم کلمه ما با ا تموم میشه یا با آ تموم میشه. اگه بخوایم در مورد مذکر صحبت کنیم کلمه ما با او تموم میشه. حالا اینو جلوتر بهتون میگم، الان صرفا بهتون گفتم برای اینکه نگین چرا اون ایتالیانوه تو ایرانیان نی. من اگر پسر بودم باید میگفتم سونو ایرانیانو، ولی چون من مؤنث هستم و دختر هستم میگم سونو ایرانیان نه. خب پس گفتم من هستم فاطیما، سونو ایرانیانا و سونو پیسیکولوگا، هستم روانشناس یا سونو پروفسوره و حالا غیره. جمله بعدی لوئیس چی میگه؟ که ایو سونو لوئیس، من هستم لوئیس. سونو برزیلیانو، من هستم برزیلی. بعدیش چی میگه؟ میگه سونو استودنت، هستم دانش آموز. ایرینا یه دختره. میگه ایو سونو ایرینا، من هستم ایرینا. سونو روسا، روسی هستم. سونو استودنتسا، هستم یک دانش آموز دختر. استودنت میشه دانش آموز پسر، استودنتسا میشه دانش آموز دختر. متوجه شدین؟ خب اونجا جای خالی ها رو ول کنیم، بیاید بخش شماره 7 که نوشته کمپلت به معنی کامل کردن. باید جای خالی رو با توجه به 3 تا جمله‌ای که بالا دارید پر کنید. الان ویدیو رو پاز کنید و خودتون سعی کنید پر کنید. بعد دوباره پلی کنید و جوابایی که من دادم رو گوش بدید. میگه ایو سونو لوکا، من لوکا هستم. خب میریم نگاه میکنیم تو 3 تا جمله بالا. لوکا کجا بود؟ جمله اول.
لوکا کجایی بود؟ سونو ایتالیانو. پس جا خالی دوم میشه ایتالیانو. سومیش چی میشه؟ نمیشه سونو دوباره جا خالی داریم. پس جا خالی سومش میشه پروفسوره، چون خط اولمون داره در مورد لوکا صحبت میکنه. خب پس لوکا رو گفتیم. خط دوم چیه؟ میگه ایو سونو جای خالی، یعنی ما اسمش رو هنوز نمیدونیم. دوباره جای خالی برزیلیانو. نوشته برزیلیانو. میریم بالا نگاه میکنیم. برزیلی کی بود؟ خط دوم نوشته سونو برزیلیانو. لوئیس برزیلیانو بود. پس ایو سونو جای اسمش میشه لوئیس. ما متوجه شدیم که لوئیس برزیلیانو بود. خب گفته برزیلیانو. برزیلیانو چی؟ یه چیزی کمه. من نمیتونم بگم ایرانی، باید بگم هستم ایرانی، وگرنه جمله من معنی نمیده. پس سونو برزیلیانو، هستم برزیلی. بعدش دوباره نوشته سونو و جای خالی، هستم چی؟ لوئیس چی بوده؟ بالا دوباره تو جمله‌مو نگاه میکنیم، نوشته استودنته. لوئیس دانش آموز بوده، دانش آموز پسر. خط سوم 2 تا جای خالی داره و اسمشو نوشته ایرینا. اول از همه فهمیدیم ایریناست، میریم بالا نگاه میکنیم خط سوم چیه. ایرینا. چی جای خالیمون چی کم داره؟ ایو به معنی من، سونو به معنی هستم. پس ایو سونو ایرینا. بخش اولش کامل شد. بخش دوم سونو جای خالی. بخش بالا چی نوشته؟ روستا. ایرینا روسی بوده، پس می‌نویسیم روستا. بعد بخش دوم بخش سوم جای خالی استودنتسا، هستم دانش آموز. بالا چی نوشته؟ سونو استودنتسا می‌نویسیم. خط آخرم همه رو براتون خالی گذاشته، فقط اسم لوکا رو نوشته. لوکا کدوم بوده؟ اولی. پر میکنین من هستم لوکا، هستم ایتالیایی، هستم پروفسوره. خب متوجه شدین؟ حالا اینو که کامل کردین، بعد بالا 3 تا جای خالی براتون گذاشته. نوشته ایو سونو، که اینو باید در مورد خودتون بگین. ایو سونو جای خالی، اسمتون رو میگین، سونو ملیتتون رو میگین، از کدوم کشور هستین، و خط آخر چی کاره هستین. دانشجوین، بیکارین، معلمین، دکترین، مهندسین، هر چی هستین اینجا مینویسین. خب من الان در مورد خودم میگم که مثال بشه، بعد شما در مورد خودتون پرش کنید. ایو سونو فاطیما، سونو ایرانیانا، سونو پسیکولوگا. پر میکنم راجع به خودم، شما هم راجع به خودتون پر میکنید و اینکه حالا بعد بهتون میگم چی کار کنید. خب پس تا اینجا چند تا مثال زدیم در مورد اینکه چجوری از فعل استره استفاده کنیم. درسته؟ در مورد اول شخص مفردش. خب دایره لغاتی، چند تا لغت جدید اگه بخوایم یاد بگیریم در مورد امروزمون، جلسه امروزمونه که با لغت جدید بخوایم تمومش کنیم، چیا هستن؟ پایین اونجایی که نوشته سلوتیه، چیز مشکیه، 4 تا تصویره. یکیش روزه، یکیش بعد از ظهر، غروبه، یکیش شبه و حالا اون آخری هم که دارن سلام علیک میکنن. روز در زبان ایتالیایی میشه ماتینا. اونجا نوشته با بولد، با فونت بولد و مشکی نوشته. اگر ما در طول روز بخوایم به یکی بگیم روز بخیر، یعنی الان صبح خورشید تو آسمونه، ما میخوایم بگیم به یکی روز بخیر، به زبان ایتالیایی میشه بونجورنو. و اینم اصلا لغتیه که شما خیلی خواهید شنید اگه بیاین ایتالیا، به خاطر اینکه اصولا وقتی کسی بار اولش رو شما رو میبینه و میخواد باهاتون محترمانه و مؤدبانه صحبت کنه، از چاو استفاده نمیکنه، از بونجورنو استفاده میکنه. پس اگر روز باشه که در زبان ایتالیایی میشه ماتینا و خورشید تو آسمون باشه، یعنی من صبح میرم از خونه بیرون، میرم یه اداره‌ای میخوام سلام کنم، میگم بونجورنو. حالا روز میره کنار، بعد از ظهره، ساعت مثلا 3:30 4 اینا، بعد از ظهر، عصره. وقتی عصره چی میگیم؟ اصلا وقتی حتی شبم باشه ما میگیم که به ایتالیایی عصر و شب میشه سرا، ما میگیم بونا سرا، یعنی عصر شما، شب شما بخیر. ولی عکس سومی که نگاه میکنید نوته، توی نوته ما برای شب بونا نوته هم داریم، ولی بونا نوته رو کی میگیم؟ فقط زمانی که توی تختیم و میخوایم بخوابیم. یعنی من اگه شب 12 شب 2 شبم میرم بیرون، یکی رو میبینم میخوام سلام کنم، خدافظی کنم، بهش میگم بونا سرا. فقط زمانی که توی تختمم و میخوام بخوابم میگم بونا نوته. پس ماتینا به معنی صبح و میشه بونجورنو، سرا به معنی بعد از ظهر، عصر، شب که میشه بونا سرا، نوته به معنی شب، نوته به معنی شبه، و بونا نوته یعنی شب بخیر.
پس بونانوته فقط تو رخت خواب گفته میشه، زمانی که میخوای چشمتو ببندی بخوابی. بوناسرا در طول شب گفته میشه، در طول عصر گفته میشه، از زمانی که خورشید داره غروب میکنه و به جای چاو ازشون استفاده میکنیم زمانی که با کسی رو درباسی داریم. یعنی من اگه استادم الان تو خیابون ببینم نمیرم بهش بگم چاو، یا بهش میگم بونجورنو یا بهش میگم بوناسرا. بونانوته که هیچی، یا بونجورنو یا بوناسرا. اوکی. و عکس چهارم، یکی داره به یکی سلام میکنه، یکی داره با یکی خدافظی میکنه. میگه چاو به معنی سلام، اریودرچی معنی لغویش به معنی خداحافظی کردنه. ولی حالا شما با همون چاو هم میتونین خداحافظی کنین، این نیست که مثلا طرف منظورتون رو متوجه نشه. چاو هم معنی سلامه، هم معنی خداحافظ. اریودرچی هم معنی خداحافظی میده ولی محترمانه تره، مؤدبانه تره. خب درس امروز رو تموم میکنم که سنگین نشه خیلی و بتونید بخونید، وقت کنید بخونیدش. این صفحه رو میذارم برای اینکه خودتون خونه برین نگاه کنید و جلسه بعد با این صفحه شروع میکنم. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و بتونید ازش استفاده بکنید. و اگر خواستید من ایمیلم رو هم میذارم پایین این فایلی که آپلود میکنم. میتونید تصویر فایل پر شده رو، جای خالیاتون رو برای من به ایمیلم بفرستید و من صحیح یا غلط بودنشون رو براتون توضیح میدم و همچنین میتونید اشکالاتتون هم توی ایمیل از من بپرسید. اگر بدونم و در توانم باشه بدونم اون جواب سوالتون رو حتما بهتون پاسخ میدم و سعی میکنم که کمکتون بکنم. موفق باشید و تا جلسه دیگه خدا نگهدارتون.